مدینه تیوی اتویتا بخواب، پرویز تیوی اتویتا بخواب. خوب گوش کنه. من برای شما فقط یک حدیث میگم. یگام سخن از پیش خودم خوش نمیکنم. اگر شما ذره ایمان داشته باشه، همین سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نظر انصاف نظر میکنه و از همین کارهای حرامی که میکنه، کارهای زینای مردم، کارهای فحش و کارهای حرامی، کارهای پنهانی های مردم میگیره مثال پهن میکنه، یک کمی اندیشه میکنه. حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب گوش کنه. امام احمد و ابو داود یه حدیث روایت میکنن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند. خوب با دقت گوش کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. ای گروه کسانی که با زبان ایمان آورده ولکن ایمان در قلبهای شما داخل شدگی نیست. لا تغتابوا المسلمین. شما مسلمان ها را غیبت نکنه. ولا تتبعوا عوراتهم. و شما به دنبال عیبها و خطاهای اونها نگرده. خوب گوش کنه که این چی میگه. لفظ حدیث گوش کنه چی میگه. ولا تتبعوا عوراتهم. شما از پسی عیبها و خطاهای مردم نگرده. این وظیفه شما نیسته. فانه من تتبع عورت اخیه المسلم تتبع الله عورته. چون که هر کسی که به دنبال عیبها و خطاهای برادر مسلمانش میگرده، خداوند به دنبال عیبها و خطاهای او میشوه. و من تتبع الله عورته یفضحه ولو فی جوف بیته. ولکن اگر کسی را که خداوند دنبالگیری کنه عیبهاش کو، در درون خانه‌ش هم که باشه خداوند او را شرمنده میکنه. روایت احمد، ابو داود این روایت کردگی حدیثه. لفظهای حدیث برای شما خوب معلوم شید. من یگان گپی ای پیش خودم نگفتم. از الله بترسه، به دنبال عیبها و خطاهای مردم نشوه که الله کدام روزه ویدیوهای شما را در همین یوتیوب میبروره، در همین تیک توک اینستاگرام میبروره، پس اون محل شما را شرمنده میکنه و خودتون آگاه هم نمیشوه. از الله بترسه، از پس دنبال عیبهای مردم نشوه. بس کنه همین خیل به حیایی را پهن کردنه. از الله بترسه. شما مسلمان هستی. این سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما ارزش داره؟